سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کودناویس و خوش آمدید بر یک درسی دیگری از HTML. در این درس ما با شما میخواستیم که همه درس‌هایی را که در پیش ما گذاشته بودیم با شما درباره HTML همه اونها رو با هم دیگر تکرار کنیم و با واسطه آموختگی چیزهامون این سایتی را که شما میبینید با هم دیگر سازیم. در اینجا ما استفاده بودیم ای کنابکه‌هایی که آموخته بودیم، فیلدها، تکست ها را بجا کردن، آشکار کردن، یعنی طرز کوتاه نشان دادن. در اینجا فرم و لیست ها، کنابکه ها، همه چیزهایی که با هم دیگر گذاشته بودیم، ویدیو گذاشتن، موزیک گذاشتن، انتخاب کردن، دیگر چیزها را چیکار کنیم با هم دیگر تکرار کنیم و با هم دیگر همین وبسایت را بسازیم و اساساً با این درس آخران HTML ما می باشد. با همین درس HTML را با پایان میرسانیم و شروع به درس های CSS میکنیم و شاید در آینده یکم درس های از HTML ما یکم چیزهای به شما نشان دهیم، ولی اساساً درس های ما درباره HTML به پایان میرسد. میگذاریم به قسم نوشتن کد خمون. در اینجا ما چی داریم؟ یک فایلی که خالیه، فقط index.html تمام. در اینجا ما یک چند اودیو و ایمیج و ویدیویی را که در وبسایت فرا ساختن استفاده میبرم در اینجا گذاشتم. شما رفته اینترنت یکم جز کچت کنین صورت ها را تا اینکه در وبسایت ما ساختن در استفاده شون بریم. شروع میکنیم در ویژوال استودیو کد. وقتی که علامت خطاب میگذارین در یک صفحه HTML، وقتی کلیک میکنین اینتر میکنین چیکار میکنه؟ سرشوی همون چیزهایی را که برای ساختن HTML فایل شما نیازه همه را خودش اتوماتیک میگذاره. در اینجا ما علش میکنم کودناویس و شروع میکنیم بر چی نوشتن کدمون. در وبسایت ما در اینجا صفحه را که ساختگی بدیم همون چیزها را در اینجا کشیدگیم تا اینکه نگاه کرده اینجا سازیم همه چیزها را یکم چی را پروسکار نکنیم. میگذاریم به قسم کد.
چقدر که دیدین شما سطری را که باید یک جای همه ساختیم همه چیزا به پایان رسوندیم ساختیم. شاید اگه اون ذره مانند نباشه نه که تا جای میشید مانند ساختیم و امیدوارم که همه چی برای شما فهمه بود. اگر اون چیز فهمه باشد در زیر نویسین، حتما ما دیده به شما جواب خواهیم داد. تا درس دیگر، خدا نگهدار.